اوکی. م، فکر میکنم ما این درس رو شاید در یک پارت اینجا بخوانیم، پارت دویش و پارت سه. شاید تا سه پارت شوید دیگه درس بخونیم، چون ما 20 دقیقه تشریح کردیم در شما درس چیرن، درس سابقا. How to appear. Okay, we have sorry چی بود؟ TravelBuddy is growing fast. We now have 50 backend servers in a private subnet for security. And these servers have private IP addresses like 10.025, 10.026, 10.020. وقتی که چی است، وقتی که کمپانی رشد میکنه باز چی است، اینا سرورها زیاد میشه دیگه. ولی وقتی که کمپانی رشد کنه داتا زیاد میشه و معلومات زیاد میشه، و وقتی که معلومات زیاد شد باید سرور هم زیاد باشه و استوریج زیاد کار است که مو داتا را در اینا سیو کنه در هر کدامش. از خاطر باز اینا اینجا میگه که مثلا ما ترابل بدیم و بسیار زیاد رشد کرده و ما فعلا 6 سرور فرانت اند بک اند فرانت اند سرور نه بک اند سرور بک اند سرور داریم در و پوت از گفتیم، یعنی با آی پی آدرس های پرایوت با ما پرایوت آی پی آدرس هایش دیگه میره پوت نگاه میکنه که مثلا خلاصه اتکرها داخلش نتونن، یعنی خب Inside your own network, but they cannot communicate directly with the servers have سرور. private IP addresses like 10.025, 10.026, 10.027, and so on. So private IP addresses work inside your own network, but they فکر کنید که یک نتورک خانگی خودتان است که شما این اجازه نمیتین که با اینترنت بیرون کنکت شود. work inside your network که مو داخل نتورک خودتان کار میکنید و cannot communicate directly with the internet. بعد اینا رو اجازه نمیتین که مثلا ای خودش یک ریکوست روان کنه به اینترنت، ای دیگه یکی نه. اینا نه، مثلا اینا کلشان چی است، در یک قسمت است و اینا فقط یک سرور دیگر مثلا که یک سرور دیگه کمیونیکیت میکنن. اینا پرایوت هستن و اینا همیشان در یک سرور دیگه چی میکنن که یک سرور دیگه اینا ارتباط دارن. نیست که اینا هر کدامشون مستقیم بیاید اینترنت جهان مثلا ISP ارتباط داشته باشه. نه، اگه تو باشی بسیار ریسکی می باشه، بسیار خطرناک است، یعنی چون بسیار ساده میشه به هکرها که داخل سرور شه و هکشون. یعنی این رقم از پرایوت، یعنی 3 تا دیتابیس است، 6 تا دیتابیس با یک دیتابیس دیگه که او را یک کم سیکیوریتیش قوی تر است که از اونا مثلا این ارتباط داره. مثلا اینا داتا را در او سرور چی میکنه، ارسال میکنه و بعد از او سرور روان میکنه به ISP. امید که فهمیده باشین درس دیگه. سر من می نوت خدا بگیرم، من یک دفعه چی کنم، اما نوت بگیریم که مثلا واسه درسم خواهی که نتورک 20 minutes بگیریم کپی، یکی دیگه جور کنیم نتورک 20 minutes part 2 دیگه. خب اینجا ما یک بخش داشتیم به نام چی بود که اینجا نشته کرد، من تامسون problem اون را is باید about to بگیریم. appear. private servers need internet. ما ایتو میکنیم بین این قسمت کنیم، اینا لید نمیشه بکشیم، این اینجا پرتیم جاش چی میره خاموش کنیم، این اینجا باید بریم اینجا بانیم. اینا خوب شد. خب private servers need internet. خب ای مو بخش ناس. اوکی. TravelBuddy is growing fast. We now have
50 backend servers in a private subnet for security. And these servers have private IP addresses like 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, and so on. So private IP addresses work inside your own network, but they cannot communicate directly with the internet. It's like having an internal extension number at the company. You can call other extensions inside the building, but you can't Mhm. dial an extension number from your home phone from outside the building, like from your home office. But our backend servers do need to ده اینجا مثال داد که مثلا friend office ای offices مثلا the building, این like from مثلا اینی میتونه با ای کمیونیکیت کنه یعنی در بینشان کمیونیکیشن هست اینی میتونه مثلا داتا رو اکسچنج کنن در بینشان ولی از بیرون نمیشه مثلا این آفیس ماست ولی ما نمیتونیم از خانه برش مثلا زنگ بزنیم دی که بوازی یک درخواست مثلا چی کنیم درخواست داتا بکنیم یا درخواست مثلا یک انفارمیشن بکنیم نه در بین آفیس ما گپ میزنیم مثلا اگه مثال بتون من پدر ما در یک آفیس کار کنه و نمیه مثلا در خانه که بیای مثلا که گپای ما آفیس برش بگه چون نیاز نیست یعنی در کل پدرم نیاز نمیبینه که مو انفارمیشن شریک کنه یا مثلا یک بسیار انفارمیشن بسیار مهمه از خاطر یعنی یک مثال است که شما چی را بفهمین معنای می private network private network آها your home office. But our backend servers do need to reach the internet sometimes to download software updates, to connect to external payment APIs maybe, or to send data to third-party services. So how بک اند سرورها باید کانکت شد میگه فما او سرورها خیلی فرانت اند بوده بک اند باید کانکت شد میگه که to download software updates to connect external APIs to send data to third party service یعنی این کار رو باید انجام بده سافتویر دانلود کنه باید کانکت شوه با پیمنت یا مو APIs مو پیمنت های APIs to send data to third party و مو با third party باید چیکار ارسال کرده بتونه با information do we solve this problem? Because now we have them secured so that nobody can just directly reach them from internet, but they cannot reach internet either. And we can't give each server a public IP address because صبر این قسم بسیار مهم است باید من دوباره بشنم now we have them secured so that nobody can just directly reach them from internet, but they cannot reach internet either. یعنی مو صبر nobody can reach them from the internet they cannot reach internet either مو بکند است گفت بکند باید یگان دفعه باید اینترنت کنکت شود ISP و اینه به خاطر که در اینترنت کنکت شود ما باید ریکوست روان کنیم گفت که ما 3 بخش گفته بود که ما اینا دانلود سافتویر اپدیت باید اینا کنکت باشه در اینترنت حتی هر رقم باشه to connect external payments و third party بود From internet, but they cannot reach internet either. And we can't give each server a public IP address because first, public IP addresses cost money and we need to manage them, and we would now need 50 of them. Well, that's giving public IP address is not practical cost money we need to manage them we need 50 of them یعنی باید پول کار داره پول نیاز داره به هر سرور ما public IP address بدیم we need to manage them باید منیجشان کنی و we need 50 of them یعنی سرورها که زیاد شد یعنی ما 50 دانش نیاز داریم یعنی 50 دانه public IP where NAT or network address translation بمیره دفعه بیریم network address translation
اوکی. نه که NAT چی میکنه؟ address translation comes in. So NET basically allows multiple devices with private IP addresses to share one public address when accessing the internet. So here's how it works. When backend server 10025 wants to reach an external website to, let's say, download updates for a database, it sends a request to the NET device. The NET device replaces the private source address with its own public IP address and sends the request out to the internet. When the response comes back, the NET device remembers, oh, this response is meant for server 10025 and sends it to the right place. So think of it like a receptionist at an office. When an employee needs to make an external call, they go through the company's main phone line. The receptionist places the call using the company number and then routes the response back to the correct employee's desk. So now, all 50 of our backend servers can reach the internet through one public IP address. So they remain hidden and protected, no direct access to them from internet, but they can still get what they want from outside. At this point, we've built a solid networking foundation, but maintaining all these physical ها ما فهمیدم که اینجا چی گپ هست. خلاصه یعنی در درس او چی گفت که یعنی اگه ما اینا را با اینترنت کنیکت کنیم و بکند سرور را بکند سرور را یعنی اولا واقعا چی است یعنی بسیار خطرناک است که با اینترنت خلاصه این وقتا هم بسیار خطرناک است و مو به اینترنت کنیکت هستیم. یعنی در هر ثانیه میتونه مثلا یک کس هک کنه، کسی که بسیار پروفشنال باشه. یعنی واقعا این وقتا از خاطر اینا یعنی به خاطر پروتکشن این کار رو نیاز یعنی انجام میدن. و این بکند سرور هم گفت که نیاز است باید اینترنت کنیکت باشه به خاطر اپدیت، به خاطر بعض به خاطر دانلود کردن بعض سافتورها، به خاطر روان کردن هم اینفورمیشن به ترد پارتی و غیره. از خاطر اینا هم an external website to به اینجا باز نت میایه، نتورک ادرس ترنسلیشن. یعنی وظیفه نت چی است؟ وظیفه امو نت که است داخل راوتر ما می باشه، داخل راوتر امو راوت که اینترنت راوت میکنه، مثلا یک چی را میگیره، یک ریکوست میگیره از طرف ما راوتش میکنه با چی، خلاصه یک این نصب چی کننده است، نصب میکنه. خلاصه این ریکوست با ریکوست دیگه. و مثلا میگیره مثلا اگه اینی ده اینی چی ما اینی سرور ما به نام 10 صفر 2 و 5 این ریکوست میکنه به نت، اما ریکوست شمیته به راوتر و راوتر از امو پابلیک آی پی خود مثلا چی را پابلیک آی پی خود ریکوست میکنه به این چی، یعنی پرایوت آی پی را پوت میکنه، یعنی پوتش میکنه و از امو پابلیک آی پی خود این ریکوست ارسال میکنه به مو آی اس پی. let's say download updates for a database, it sends a request to the NET device. The NET device replaces the private source address with its own public IP address. ایره خلاصه سورسه مو ایره چینج میکنه و مو با پابلیک آی پی آدرس خود و ایره روان میکنه بچه and sends the request out to the internet. When the response comes back, the NET وقتی که پس ریسپانس میایه باز اینجا یک از راوتر از خود یک داتا داره، همونجا سیو میشه. مثلا اینی مثلا اینی آی پی در اینی ساعت ما ریکوست داده بود که ما باز به پابلیک آی پی خود ما ایره روان کردن به آی اس پی و بعد وقتی که ریکوست پس از آی اس پی میایه ای پس ترنسلیتش میکنه در بین داخلم راوتر و ایره پس روان میکنه دمو سرور که نیاز داشت. یعنی کار راوتر خود نت وظیفه‌ش همین است. خلاصه براتون بگویم نت پرایوت آی پی را میگیره و را چینج میکنه به پابلیک آی پی و خلاصه مو پرایوت آی پی را گم میکنه. یعنی نیاز نشه که مثلا یک هکر بفهمه که یعنی
مثلا اینی آی پی پرایوتش باز مثلا هک کردن ساده میشه. خلاصه میگیره پابلیک پرایوت آی پی رو چنج میکنه و پابلیک آی پی خود یعنی یک آی پی دیگه ورش میته و ارسال میکنه به اینترنت آی اس پی. و بعد از آی اس پی که وقت پس ریکوست میگیره میایه پس به راوتر همونجا یک از خود داتا داره، یک بخش داتا داره که اونجا نوشته است که مثلا من ریکوست از اینجا گرفته و باید پس دو روان کنم و پس به خود به سرور روان میکنه. این وظیفه‌ش نیست آی نت network address translation. That device remembers all this response is meant for server 10.0.5 and sends it to the right place. So think of it like a receptionist at an office. When اینجا میگه مثلا فکر کنین که یک ریسپشنیست در چی هستن در یک آفیس و وقتی که مثلا در فیلم هم شاید دیده باشین وقتی که یک زنگ میایه در ریسپشنیست باز ریسپشنیست مثلا پرسان میکنه اول میگه که در کی زنگ زدید باز میگه که مثلا ما زنگ زدیم به تمیم باز ریسپشنیست در ما زنگ میزنه میگه که تو بیا برات زنگ آمدن باز من میام از ریسپشنیست یا از اینجا زنگ من جواب میتم یا در ما پس فارواردش میکنه اگه ما تلفنایی که مثلا در تلفن‌ها باشم تلفنایی که اینترنت سابق وصل نشده تلفنایی که نمیفهم نامش یادم رفتن اون مثلا از طریق میتونه دم پس فاروارد کنم و چی یعنی در بین ای که از نت میشه و ترانسلیتر میشه یعنی چی نمیشه در بین خلاصه مو آی پی پرایوت پابلیک پرایوت آی پی شیر نمیشه در شخص دیگه. an employee needs to make an external call, they go through the company's main phone line. The receptionist places the call using the company number and then routes the response back to the correct employee's desk. So now all 50 of our backend servers company number یعنی در بین همو نمبر کمپانی در شریک میشه نمبر شخصی ما شریک نمیشه. reach the internet through one public IP address. So they remain hidden and protected, no direct access to them from internet, but they can still get what they want from outside. At this point, we've built a solid networking foundation. So بخشن باید لپتاپ رو چارج کنم پازم کردن نمیتونم مثلا من چی پازش کنم. Okay, let's go. But maintaining all these physical servers is becoming expensive and slow. Moving to the cloud. Okay, moving to the cloud. Not the phone میدیم من ایشه. خب اول یک دفعه نت نشته کنیم که وظیفه نت چی بود. Net is basic BS نفهم سيس يعني basic غلط است. basically net is basically a tool where it changes our private VAT our private IP and changes net where it changes our private IP to public IP. To public IP and send it to the ISP, Internet Service Provider. Hub. We're spending too much time managing hard. Moving to cloud. Actually, moving to cloud. So we have change. Moving to cloud.
hardware now. We have to predict capacity month in advance. We have to buy servers, install them, maintain them. When we need more capacity, it just takes weeks to set them up. So we decide to move TravelBuddy to cloud. The cloud means we're renting computing resources instead of owning them. So someone else manages the hardware and we can increase or decrease capacity in minutes now instead of weeks. But here is an important part. The networking concepts we learned do not change. We still need IP addresses, we still have ports on servers, we still have subnets, routing, firewalls, and NAT. The cloud just provides these as managed services. So in the cloud, we create what's called a virtual private cloud or VPC. And this is our own isolated section of the cloud provider's network. Think of it like renting an office floor in a large office building. Other companies are on different floors, but your area is yours. Nobody can enter your office even though they're in the same building. Inside our VPC, we create subnets just like before. We still have public subnets for things that need internet access and private subnets for things that should be protected. We use an internet gateway to connect our public subnets to the internet. It's basically like a main entrance to our building. We have route tables, which are like signposts that tell the data where to go in our network. And each subnet has a route table that directs traffic. For private subnets, we use Net Gateway. Remember Net from earlier? It's the same concept, just managed by the cloud provider. We place a Net Gateway in a public subnet and configure the private subnets to route their outbound internet traffic through it. So now we have the same secure network architecture we built before, but running in the cloud with all the benefits of cloud flexibility. But our application to buy servers, صار بچه install کم them, maintain them. سخت شد کم بسیار تیز گفت طرف نفهمیدم. اوکی cloud moving to cloud. When we need خلاصه در اول درس تشریح میکنه که مثلا وقتی که خودت یک سرور میخوای جور کنی بسیار وقت میگیره و مینتین کردنش هم سخت است. یعنی خلاصه یک هفته دو هفته رو میگیره که تو مثلا سرور جور کنی و لایناش ارتباط بتی و خلاصه سخت است. و بعد از اینجا میای moving to cloud همون هست که مثلا یک شخص دیگه این سرور را داره و کلان ویرهاوس داره که سرور ها هستن، جایی که مثلا میشه داتا را آدم ارسال کنه. تو مثلا از اونجا میخری مثلا به شکل که رنت میکنی یا کرا میگیری و همون داتای خود به اونجا ارسال میکنی. که ما زیاد داریم مثلا ویرهاوس سرورها که مثلا یعنی مردم زیادی کار را میکنن به شکل بزنس دیگه. moving to cloud and we can increase or decrease capacity in minutes now instead of weeks. مثلا ما میخریم خلاصا مثلا میگه که ما اینقدر داتا یعنی قدر ما چی کار داریم گیگابایت جی بی مثلا جی بی خونیم مثلا باید شاید تی بی شوه یعنی بسیار زیاد داتا میخری خلاصه و برشان میگه که مثلا ما اینقدر کپاسیتی یا ما قدر استوریج کار داریم و خلاصه در ثانیه ها برات نگه که اوکی مشکل نیست فقط پول داشته باشیم و بخری. خلاصه پول مهم از اینجا. اوکی. But here is an important part. The networking concepts we learned do not change. We still need IP addresses, we still have ports on servers, we still have subnets, routing, firewalls, and NAT. The cloud just provides these as managed services. ما هنوزم وقتی یک فایل خود در کلاود مثلا ما شیر میکنیم ما هنوزم آی پی آدرس، پورت، سبنیتس، راوتینگ، فایروال و نت را داریم. یعنی هیچ کدامش تغییر نمیکنه. ما هنوز هم باید اینا رو منیج کنیم خودمون. و این فقط کلاود و فقط سرویس پرووایدر است که ما یعنی با وقت بسیار کم ما میتونیم مو استوریج خود بگیریم و مو داتای خود با وقت کم ارسال کنیم در اونجا. نیاز نیست که مثلا ما خودمون شخصی یک سرور جور کنیم. So in the cloud, we create what's called a virtual private cloud or VPC. Virtual private cloud. داخلش ما یعنی یکی میسازیم که از طریق virtual یعنی ما را اداره کرده بتونیم.
virtual private cloud. And this is our own isolated section of the cloud provider's network. Think of it like renting an office floor in a large office building. Other companies are on different floors, but your area is yours. Nobody can enter your office even though they're in the same building. Inside our VPC, we create subnets just like before. We still have public subnets for things that need internet access and private خب ما خلاصه داخلش همه چیزایی که ما خواندیم درس قبل اما کار را کرده میتونیم. مثلا ما میتونیم داخل ما virtual VPC virtual private cloud ما مثلا ما میتونیم public database حالا داشته باشیم و private داشته باشیم. public همون دیتابیس هایی هست که مثلا به اینترنت نیاز داره و private که نیاز نداره به اینترنت. subnets for things that should be protected. We use an internet gateway to connect our public subnets to the internet. It's basically internet gateway. من نمیفهم که internet gateway چیه. سرش تشریح کن. like a main entrance to our building. server. Protected. We use an internet gateway to connect our public subnets to the internet. It's basically like a main entrance to our building. ما اینترنت گیتوی نیاز داریم به خاطر که اینا دو سرور ما را کانکت کنیم به ISP و اینترنت گیتوی هم فکر که یک دروازه اما اصلی به خاطر ورود چی کردن اینترنت گیتوی و داخل سرورها. We have route tables which are like signposts that are subnets and gateways. Tell the data. بخش نتورک بسیار کم سخت است. من بسیار زیاد درس نتورک خواندم و میده بخش سبنت و گیتویز من بسیار میشه بر میمانم که چی هست. مثلا دانست ما نفهمیدیم که یعنی به خاطر چی هست اینا. گیتوی را گفت که مثلا دروازه اصلی به خاطر چی هست، به خاطر چی ما دیتابیس ما هستیم. Where to go in our network, and each subnets to our building. We have route tables which are like signposts. Route tables. Tables are like signposts. Signposts. private cloud ما خراب شده. Signpost چرا خراب شده؟ Signposts that tell the data where to go. Route tables are like signposts that tell the data where to go. Route tables همون تیبل های راوت. ساینپوست همون علامه هایی هستن که به ما میگن که کجا باید داتای ما برن. That tell the data where to go in our network. And each subnet has a route table that directs traffic. For private subnets, we use each subnet, هر subnet public از خود route table داره. Net gateway. Remember net? و فهمیدم نه. و هر private ما net gateway داره بینشون. From earlier, it's the same concept, just managed by the cloud provider. We place a net gateway in a public subnet and configure the private subnets to route their outbound internet traffic through it. So now we have the same secure network architecture we built. خلاصه ما نتا خواندیم نه درس نتا که نه چی بود. و اگر مثلا اینی virtual کجا شد VPC
virtual private cloud ما داخلش ما private دیتابیس هم میمانیم private است که یعنی نیاز نیست مثلا به اینترنت کنکت شود، یعنی کنکت میشه به اینترنت ولی به یک طریقه دیگه. و اینی public چی ما بود، public دیتابیس ما که اینا حلقه یعنی به اینترنت کنکت نباشه. و خاطر که private که مثلا کنکت شود به اینترنت ما نت در اینجا میمانیم، یک نت اینجاست و یک نت اینجاست. که وقتی که private مثلا private نتورک ما private دیتابیس ما وقتی که روان میکنه تا ریکوست باید از اول از نت تیر شود، بعد از او باز برده چی اینترنت گیروی، یعنی خلاصه بیرون شود دیگه. از این خاطر خب از اون جواز نت چینج میشه ما پرایوت آی پی آدرس ما و پابلیک آی پی آدرس یا نت آی پی آدرس چینج میشه و بعد از انتقال میده به اینترنت گیتوی به آی اس پی. before, but running in the cloud with all the benefits of cloud flexibility. But our application is about to change again. But before we move on, I want to give a huge shout out to Pulumi for making this video possible. So you just saw all the infrastructure we built in the cloud, the VPC, the subnets, the security groups, and so on. But here's the question. How do you actually define and manage all of this infrastructure as code? And this is where Pulumi really helps because unlike other infrastructure as code tools that use their own domain-specific languages, Pulumi lets you use the programming languages that you already know, like TypeScript, Python, Go, Java, whatever, that you're already using in your tech stack. This means you can use your favorite IDE to write infrastructure code with all the features like error checking, autocomplete, refactoring, debugging tools that you're already comfortable with. And you can write real programming logic instead of being limited by the configuration syntax. And here's what's really cool. Pulumi just launched Pulumi Neo, which is their new agentic AI built specifically for infrastructure. Neo understands your entire infrastructure setup, respects your policies, and it can handle complex tasks end to end. So you can describe what you need in natural language, and Neo will generate the code, review your pull requests, and even help you debug deployments with full understanding of your organization's infrastructure. Pulumi is open source, so you can use it for free, but if you want the enterprise features, you can use my code, Nana500, and you're going to get $500 worth of credits to test out those enterprise features. I will leave the link in the description. Now let's continue with the video. Okay. بچه فکر میکنم درس ما یعنی ما چی را تشریح کردیم با کلاود نتورکینگ. من یک دفعه دیگه هم در شما تشریح میکنم، امید یعنی که نت تشریح کردیم در این درس جدید ما پارت 2 نت بود و کلاود نتورکینگ بود، virtual private cloud. یعنی چی است؟ امید که یاد گرفته باشین. من درس دیگر رو ما چی میکنیم؟ مرورش میمانیم، مرورش یک دفعه دیگه میمانیم دیگه. باز کدام سوال بود میشه مثلا در کامنت بانین دیگه، اگر گوش میکنم به جواب بتم، اگر خودم یاد نداشتم سرچ میکنیم پیدا میکنیم. فیز 6 هم میمانیم در پارت دیگه و فیزش خو یک فیزش مانه 2 و 3 یعنی آخرش 3 تای دیگه. باز ما میشه که یعنی نتورکینگ خیلی کم بسیار سخت‌ترش بود، یعنی explain in 20 minutes، یعنی 20 دقیقه همه نتورکینگ تشریح کردم. ما مثلا نمیتونیم که بخی بعض درسایش هست که مثلا نتورکینگ به ساده ترش مثلا تشریح کنه آدم که این بسیار یعنی یعنی به شکل اگزامپل نشان میده. من اصلا ویدیوهایش دارم مثلا میشه که مثلا بعدا شریک این خلاص شد باز ما دیگر چی میکنیم شروع میکنیم. باز آیسته آیسته هم نتورکینگ قوی شد میریم طرف مثلا طرف CMD، درسای CMD را میخونیم که از طریق مثلا چطور ما نتورکینگ مثلا طریق کد یا کامندز یا مثلا بعد باز کاری لینکس است. خلاصه درس‌ها زیاد است یادم بخوام دیگه خالی باشه دیگه. 34 دقیقه نمیفهم دیگه دوستا
قدر وقت هم ندارن که خب بیاین 1 ساعت ویدیو رو ببینن. از خاطر بازم دیگه من کوشش میکنم که درس ها کم شه و تشریح کم شه، یعنی خب تشریح را کمتر کنیم ولی با بسیار با مفهوم بلند دیگه. دیگه بازم بسیار تشکر به خاطر دیدن ویدیو و سر وقت خوری است خدا بیارم. و بازم بسیار تشکر به خاطر دیدن ویدیو کسایی که میبینن و امید که من کمک کردتان استاد باشم دیگه. درسای ما را پست میکنیم روزانه هر روز و میبینیم که چی میشه داخل دیگه. هدف من خلاصه یاد گرفتن خودم است و کمک به دیگر است، یعنی بیاین یاد بگیرن بچه دیگه. جور باشین، صحتمند باشین دیگه. فعلا خداحافظ، بای بای.